نشست هماهنگی تدوین تفاهم‌نامه همکاری مؤسسه تحقیقات دامی کشور، انجمن حفاظت از اسب کاسپیان و فدراسیون سوارکاری در چابکسر برگزار شد. اسب کاسپیان از نظر اقتصادی متاسفانه ارزش اقتصادی نداره در داخل کشور. ما تونستیم توی 4 سال گذشته با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مرکز اصلاحات و مؤسسه تحقیقات علوم دامی 300 رأس اسب رو شناسایی کنیم و مراحل اولیه ثبتشون رو، ثبت داخلی و به بین‌المللی رو استارت بزنیم. در رابطه با هماهنگی در راستای بحث مشکلاتی که در راستای پیشرفت کار پرورش اسب و نژادهای ایرانی وجود داره مطرح شده بود. 6 نژاد اصلی رو در کشور داریم که برگزاری این گروه جشنواره‌ها قطعاً برای تولید کنندگان ما یک مسیر خیلی خوبی رو باز خواهد کرد. از اون طرف سرمایه‌گذاری در این صنعت رو توسعه خواهد داد و باعث میشه کشور و مردمی که در حوزه صنعت اسب دارن فعالیت میکنن به درستی برای تولید یک ثروت مناسب بر بستر تولید داخلی فعالیت خیلی خوبی رو داشته باشن. جلسه با حضور دوستان از جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان در خصوص حمایت از اسب کاسپیان برگزار شد. موضوعاتی مطرح شد در خصوص تبارنامه و اینکه ما بتونیم حفظ بکنیم این اسب اصیل رو.